غمگین افسرده رو وارد یه اتاق 50-60 نفره بکنید، اینا همه شادن و میگن و میخندن، اون شخص میاد کز میکنه یه گوشه میشینه غمگین، همه یهویی جذب میشه، روح شاده، همه رو میکشه میاره پایین. چیز منفی در خودش این قدرت رو داره که با جاذبه زمین خیلی همکاری میکنه، ولی روح شاد درست با آسمان در تماسه. برای همین هر چیزی که درسته، نیکوه، پولس رسول در فکر کنم تسالونیکی ها میگه آنچه که جمیله، آنچه که راسته، آنچه که درسته، اگه البته جاشو مطمئن نیستم درست گفتم ولی میدونم پولس رسول اینو گفته، میگه در مورد این چیزا فکر بکنید، در مورد این چیزا روزاتون رو مثل نشخوار، در واقع کلمه‌ای که استفاده میکنه یعنی که دوباره بجوید، تو دهنتون بچرخونید، این رو تفکر کنید درش. برای همین خیلی خوبه که قسمت خوبش رو بگیرم که جای بعدش دیگه حالا اشکالی نداره، مهم نیست اونش. من میخوام با یه آیه‌ای شروع بکنم که با بعد فرهاد امروز سرزور صحبت میکردیم. گفتم این آیه، من الان دارم 44مین دور کتاب مقدس رو میخونم، تقریبا دارم تمومش میکنم، به اعمال رسولان رسیدم الان. و در طول این سالها هر بار کتاب مقدس رو خوندم، باور کنید به جاهایی رسیدم برگشتم گفتم این کجا بود؟ من تا حالا به این دقت نکرده بودم. یا گاهی وقتا شده از یه جایی، یه موعظه‌ای، درسی، چیزی در آوردم، صحبت کردم، دفعه بعد متن و همون نوت رو میخونم، میبینم این دیگه اون حرف اون زمانی که اینطور برجسته میشد نیست، ولی یه چیز دیگه داره ازش در میاد. برادر ما امروز گفتن کلام خدا زنده است، کلام خدا مقتدره و کلام خدا میگه برنده است، میگه ممیز افکاره، میگه مفاصل ما رو از همدیگه جدا میکنه. اینطوری قدرت داره، یعنی در واقع مثل یه چاقو عمل میکنه و چیزایی که زایده است، چیزایی که اضافه است، دونه دونه از ما دور میکنه تا از ما تصویری بسازه که وقتی ما رو نگاه میکنه عیسی رو در ما ببینه. ما هر چقدر بیشتر شبیه عیسی بشیم در روز داوری، وقت ما رو دید دیگه نمیگی برو اون سم، برو قسمت بزها، دیگه نمیشناسن. از کجا میدونه؟ میگه هر دو اینها میگن خداوند ما به اسم تو اعتراف کردیم، ما این کارو کردیم، هر چی گفتی کردیم، چطور ما بریم اون سم؟ میگه نمیشناسم شما. چرا؟ خدا معیاری که داره اینه که تا چه حد ما شبیه عیسی میشیم، تا چه حد صورت عیسی از ما دیده میشه. یکی از اون چیزهایی که جدیداً برای من کشف شد بعد از 43 بار خوندن این آیه هستش در کتاب مکاشفه باب 19 آیه 10. بسیار جالبه. من اینو بارها خوندم و همیشه یک برداشتی داشتم که من فکر میکنم شما هم همین برداشت رو داشته باشین، چون خیلی کلیه این آیه و برمیگرده میگه که زیرا که شهادت عیسی روح نبوت است. من وقتی این آیه رو هر بار خوندم این فکر رو میکردم که 19:10 این فکر رو میکردم که شهادت عیسی باب 19 آیه 10. فکر میکردم چون عیسی شهید شده رو صلیب، شهادت عیسی، صلیب شدن عیسی لابد روح نبوته. خیلی فکر کردم در این مورد و مژده این که چند ماه پیش فهمیدم جریان چیه، یه چیزی نزدیک 1 سال پیش، کمتر از 1 سال پیش، که منظور چیه و یادداشت کردم این رو. البته اینجا دیگه عینک احتیاج دارم بگم. تغییر زندگی ما و شهادتی که ما در زندگی داریم از کارهای خدا از طرف خدا حرف میزنه. این آیه این معنی رو میده. وقتی که میگه که روح نبوته، یعنی این که یک نبی داره نبوت میکنه. نبوت رو شخص نبی میکنه. نبی کیه؟ نبی دهان خداست برای مردم. در واقع حرف خدا رو به مردم میرسونه. حقیقت امر اینه که با بیان کردن کاری که عیسی در زندگی ما انجام داده، اون کارها از طرف خدا برای مردم حرف میزنه. این آیه این معنی رو میده که خودش در واقع باعث میشه شنونده به فکر بیفته، چون از طرف خدا داره نبوت میکنه این شهادت. یعنی اینطور میخوام بگم کاری که خدا تو زندگی لوئیس کرده
شهادتی که لوئیس برای داستان زندگیش داره، هر کدوم ما یه داستان زندگی داریم. هر کدوم ما که اومدیم اینجا از یه نقطه‌ای ما فهمیدیم که نه، مسیری که داریم میریم غلطه، باید برگردیم به اون مسیری که خدا پیشنهاد میده. ما یه داستان زندگی داریم من و شما. پولس رسول در رساله تیموتائوس میگه و عیسی بر حسب شهادت من قیام کرد. یعنی این که شهادتی که من در زندگی دارم، عیسی در جایی برای من مصلوب شد و در جایی من با او با من، ما قیام کردیم. در داستان زندگی ما روح نبوت داریم. کاری که عیسی در زندگی ما انجام داده درش پتانسیل، انرژی، اقتدار، قوت نبوت رو داره، یعنی از طرف خدا حرف میزنه. وقتی من از زندگی خودم میگم، داستان زندگی من کسی رو که یک احساس مشابه، وضعیت مشابه داره و داره از وضعیت مشابه میگذره، توش گیره، اما منو میبینه که از این قضیه اومدم بیرون، تشویق میشه، ایمان درش ایجاد میشه. کلام خدا میگه ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا. من میخوام به کلام خدا یه چیزی اضافه کنم با اجازه خدا، و از کارهای خدا. شنیدن کارهای خدا، شنیدن از کلام خدا و شنیدن از کارهای خدا، چون این داستان زندگی ماست. هر کدوم از شما، ما، همه ما و تمامی بشریت، خدا برای ما یه داستان داره. وقتی ما رو میبینه برمیگرده به ما میگه یکی بود یکی نبود. یه لوئیسی بود که غرق در گناه بود. لوئیسی بود که هر چی بهش میگفتم گوش بده گوش نمیداد. گوششو میکشیدم میآوردم به راه اصلی، گوش نمیداد. اما یه روزی متوجه شد، چون که پاش بدجوری تو گناه گیر کرد. حالا دیگه وقتی که گیر کرد، هر کاری کرد پاشو بکشه بیرون نتونست. حالا اومدم گفتم اوکی لوئیس، حالا که آروم گرفتی، اجازه بده من دستتو بکشم از این منجلابی که توش هستی و کمکت کنم. وقتی که من میام داستان زندگیمو برای یکی دیگه میگم، من دارم بگم هر کسی که در وضعیت منفی اون طرف راه هست، دارم میگم امید هست. نبوت درش امید هست. امید زنده است، امید واهی نیست. کلام خدا میگه که مسیح خدای امید و خدای امید زنده، خدای جلال. امید چیزیه که من و شما رو امروز آورده اینجا. امید چیزی هست که من و شما رو از خواب بیدار میکنه. امید چیزی هست که ما با اون امید میخوابیم، میدونیم فردا صبح بیدار میشیم. امید چیزی هست که این امید رو داریم فردا مشکلات ما حل میشه. امید چیزی هست که من و شما هر روز، هر لحظه بهش احتیاج داریم. و شهادت زندگی ما امید رو در شما ایجاد میکنه، تشویق میکنه، برای اینکه نبوت 3 تا کار انجام میده. کلام خدا وقتی در قرنتیان ما میخونیم 3 تا کار اصلی نبوت داره، پیغامی که خدا میده. یکیش بناست، یکی تسلیه، یکی نصیحت. در شهادت زندگی ما، داستان زندگی ما، هر 3 عنصر تعریف نبوت توش هست. اولا بنا میکنه، تشویق میکنه. بنا کردن از تشویق کردن میاد. دوم اینکه تسلی میده، میگه برای منم امیدی هست. اگه لوئیس براش امید بود، اگه برای فریدون امیدی بود، پس برای منم امید هست. و دوم اینکه نصیحت میکنه. نصیحتش در اینه که خیلی خوب، دیگه اینجا آخر خط برای اشتباهات. از این به بعد در راه نور هستی. از این به بعد امیده که تو رو میکشه جلو. جاذبه زمین، جاذبه دوستا، جاذبه اسارت‌ها، عادت‌ها، ترسان، نگرانی‌ها دیگه منو به طرف خودش نمیکشه. فرق در اینه. من میخوام امروز آیه‌ای رو بگم که زندگی منو عوض کرد و منو به این نقطه‌ای که الان هستم آورد. من یه نوجوان بودم وقتی که به مسیح ایمان آوردم و برادر مرداد فاتحی رو میشناسید؟ ما همشهری هستیم با هم دیگه. 2 تا خواهرای کوچیک‌ترم همکلاسی بودم با 2 تا خواهرای مرداد تو مدرسه. وقتی که پدر ایشون توبه میکنه تو شهر خیلی سر و صدا میکنه، همه میدونستن که یه شخص مذهبی دکتر ایمان آورده، به هر حال شهادت زندگیش خیلی مثل بمب منفجر شد تو شهر. و پدرم با ایشون دوست بودن، اینا همدیگر رو میشناختن. در هر حال از طریق این 2 تا دخترها کتاب مقدس عهد جدید داده میشه به 2 تا خواهرای کوچیک من. اینا این 2 تا کتاب مقدس چیز رو، عهد جدید رو میارن خونه. من خواهر بزرگترم تو اینا. 2 تا برادرام بزرگترن. رافی رو دیدید؟ رافی من بعد رافی هستم. تو دخترها بزرگترم و خیلی هم مغرور بودم.
اصلا هم نمیخواستم اینا بدونن که خواهر کوچیک‌تر 5-6 سال از من کوچیک‌ترم و بشینم بخونم. یواشکی شروع کردم به خوندن عهد جدید. من در عرض 3 هفته 6 بار من عهد جدید رو خوندم و انقلابی در من ایجاد شد، ولی هیچی نگفتم. اما تغییر زندگی بلندتر از صداهای ما حرف میزنه. کلام خدا زنده است، مقتدره و قادر عوض بکنه. هر کدوم از ما در نقطه عوض شدیم. شما میدونید که خدا تو زندگیتون چی کار کرده. من لااقل در مورد زندگی خودم میدونم چی کار کرده. وقتی کلام زنده خدا وارد خانواده شد، ما یک کتاب مقدس ارمنیه کت و کلفته از اون نصر قدیمه چیز تو خونه داشتیم که فقط گردگیری میشد. پدرم هم حتی نمیتونست اینو بر ما توضیح بده، ولی وقتی چیز فارسی اومد تو خونه و عهد جدید به زبان ساده، اگه من میفهمیدم همه میفهمیدن این رو. پدرم این رو شروع کرد شبا بعد از شام، ما دور میز بچه‌ها می نشستیم، 7 بچه ما، و شروع کرد بعد از شام برای ما قسمتی از کتاب مقدس رو میخوند و بعد به همون سادگی خودش، چون خیلی مرد خدا ترسی بود پدرم، یک ارمنی سنتی و ما رو با کامل ارزش‌های درست بزرگ کرد. همیشه نسبت به مسئله دروغگویی حساس بود. به ما میگه اگه میخوای زرنگی کنی راست بگو. بزرگترین زرنگی راستگوییه. اینو میگفت راحت یه بار گفتی تموم شد دیگه، عوض نمی‌کنی. و واقعا هم مواظب نظافت بود، با دوستا اینا. پدر بود و واقعا هم پدر با محبت. من پدر و مادرم عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتن و در یه محیط خیلی قشنگ خانوادگی بزرگ شدیم. ما نه مثلا پدرم اصلا معتقد به این نبود که دختر رو کتک بزنه. مثلا ما اصلا این اگه داداشا دعوامون میشد نمیگه ای دختر نه، نامرد کسی که رو زن دست بلند کنه. اینطوری بود و ما با این ارزش‌ها بزرگ شدیم. بنابراین این که من گناهکارم همیشه میگم مگه من دزدی کردم، مگه من سر کسی رو بریدم، مگه کاری کردم با کسی که من میخوام توبه کنم. ولی وقتی که شروع کردیم ما کتاب مقدس رو شبا پدرم بر ما خوندن، کلام خدا باز تکرار میکنم، میگه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا. وقتی میشنویم مسئولیت در ما ایجاد میشه. ما نمیتونیم بی تفاوت بمونیم نسبت با آنچه که میشنویم. اگر میخوای یکی رو عصبانی بکن، میدونی که چجوری بگی طرف عصبانی بشه، چون با شنیدن میتونه این کارو بکنه. یا میخوای شادش کنی، یه چیزی بگو شاد بشه، چون باز با شنیدن. در کلام قدرت هست، اقتدار هست. ما خیلی قشنگ میتونیم بالا پایینش بکنیم. امثال 18:21 میگه قدرت موت و حیات در زبانه و هر کی که اونو دوستش داره میوهشو میخوره. بنابراین خیلی مهمه که چی میگیم و چی میشنویم. گوش و زبان ما بسیار باید در دستهای روح القدس باشه که بتونه میوه درست رو برای خدا بیاره. وقتی که پدرم باب 14 آیه انجیل یوحنا رو خوند، آیه 6 و خیلیاتون به احتمال خیلی زیاد یا خوندید یا حتما شنیدید، حتما بهش برخوردید، چیز جدیدی نیست برای شما. ولی وقتی که این آیه رو من برای 7مین بار خودم تنهایی اینو خونده بودم، وقتی پدرم شروع کرد بخوندن، مثل چی میگن یه پتکی بیاد تو سر یا مثل یه چیزی که باز بشه روشن بشه، این برای من آشکار شد و واقعا منو به سوال انداخت. گفتم که چون که میگه این آیه میگه من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. من در مورد راه و راستی و حیات مشکلی نداشتم. خب این ادعایی که عیسی کرده بود، ولی این که هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد، گفتم بابا من اینو نمیفهمم. یعنی عیسی فقط عیساست که ما رو به خدای پدر میاره؟ گفتش که عیسی عین پله. با همون سادگی چیزو گفت عین پل. عیسی برای ما یه پلی شده، دل ما رو به دل پدر از طریق خودش وصل میکنه. همینطور هم دستشو کرد اینطوری گفت یه پله. با همین توضیح ساده من قانع شدم و خوب یادمه، هنوز یادمه. اون شبم چجوری بود، آسمون چی بود. من اومدم تو حیات خونه و خشنگ سرمو گرفتم بالا، گفتم ای خداوند، من کلام تو رو خوندم، من میخوام از این پل رد بشم. میدونم تو میگی این راه سخته، خونده بودم، میدونم که درد سر زیاده،
اما من میخوام دلم به دل پدر وصل بشه. پدر زمینی رو دیدم، چشیدم، میخوام پدر آسمانی رو بشنوم و اعتراف میکنم که من تنهایی نمیتونم، احتیاج به کمک تو دارم. دست منو بگیر، من تا آخر این راه بیام. تو میگی من راهم. این آیه زندگی منو عوض کرد و این آیه 45 سال داره در زندگی من کار میکنه. هنوز که هنوزه همون هیجان اول رو در من ایجاد میکنه و من مطمئن هستم چون این داستان زندگی منه. من از یک زمینه گناه خیلی سخت چیز نیومدم. من یه نوجوان بودم وقتی اینو شنیدم. نه میگم دزدی کرده بودم، نه هیچی، ولی حس گناه خیلی سنگین شد در من. وقتی اینو خوندم احساس کردم سرشونم، وجودم خیلی سنگینه. بعد اون دعا من آروم گرفتم، اصلا اینقدر راحت اون شب خوابیدم. بعد از اون من خواهرام به پدر بعد مرداد گفته بودن که ما فکر میکنیم لوئیس ایمان آورده چون خیلی تغییر کرده، دیگه عصبانی نیست، داد نمیزنه سر ما. دعوامون میشد، بچه بودیم. گفت دیگه داد نمیزنه، زور نمیگه. عوض شده. ما هر چقدر سعی بکنیم تغییر رو قایمش کنیم داد میزنه. امکان نداره نور وارد بشه و هیچکی نفهمه. نور همیشه پیروزه. ماهیت نور و تاریکی دو تا چیز همگن معمولا مقایسه میشن. اصلا تاریکی یک کیفیت دیگه ای داره، نور نیست. تاریکی هیچیه، قابل مقیاس نیست. شما نمیتونی، هیچ جا نمیشنوی دانشمندای فیزیک برگردن بگن 70,000 سال تاریکی، 70,000 سال نمیدونم ظلمت، چون قابل اندازه گیری نیست. چیزی که هیچه چطور میشه اندازه گرفت؟ بنابراین یه چیزی که هیچه نمیتونه با یه چیزی که همه چیزه بیاد مقایسه بشه. هیچ وقت من اینو نمیتونم بپذیرم که جنگ بین نمیدونم تاریکی و نوره. نه، اصلا جنگی نیست. شما یه تیکه کبریت روشن کن، یه نمیدونم چراغ قوه روشن کن، خود به خود پیروزه. اصلا جنگی نشده، فقط روشن شده، فقط خودشو نشون داده، فقط ظاهر شده، همین. بنابراین چیزی که در خودش موجودیت داره، ما نور رو اندازه گیری میتونیم بکنیم. نور قابل مقیاسه. سیارات مسافت ها رو به سال نوری میشناسن، چون سرعت نور با سرعت معمولی که ما الان اینجا در فضا داریم خب خیلی فرق داره. نور در خودش پویایی داره، دینامیکه، در خودش فعال هست، در خودش حرکت داره. نوره روشنایی تموم شده رفت. ولی اینی که میخواد بگه در کیفیت این نیست که حالا من چی میگن گاز رو روشن کنم یه چیزی باشه. این در کیفیت ماهیتش فرق داره. ما در مکاشفه در مورد شهر خدا میبینیم، میگه و در آسمان جدید، شهر جدید، بعد میگه که این شهر احتیاج به نور نداره، برای اینکه نور این شهر خداست. و مسیح گفت من نور عالم هستم، من نور عالم هستم. تمامی انبیا اینجوری کردن، گفتن این راه، گفتن اونو میبینی اون کو. اینطور مکالمه‌ای که با زن سامری کرد، گفت پدران ما در اینجا چیز میکردن، شما میگی اینجا. موضع بود. ولی عیسی انگشت اینجوری نکرد، اینطوری کرد، گفت من. و چقدر ما مخصوصا در انجیل یوحنا خب بیشتر این من زیادتره، برای اینکه عناوین بسیار زیادی رو یوحنا در انجیلش آورده. ولی در این 4 انجیل ما هر جا میبینیم عیسی هیچ جا بر نمیگرده بگه که این راه اون چیز. میگه من راه و راستی و حیات هستم. 3 چیز مهم که همه ما تو زندگی احتیاج داریم. ما حقیقت رو احتیاج داریم، ما حیات رو احتیاج داریم و ما راه رو احتیاج داریم. راه چیه؟ ادعایی که عیسی کرده خیلی مقتدره و تمام این اسامی که بردم، من در هستم، من نمیدونم شبان نیکو هستم، من نان حیات هستم، آب حیات هستم، نور عالم هستم. و 2 جا برمیگرده میگه که یکیش میگه و ابراهیم پیش از این که ابراهیم باشه من هستم.
مردم سریع سنگ برداشتن میخواستن سنگسارش کنن چون میدونستن کجا رو داره میگه. گفت احیه، کلمه من هستم. اونجایی که موسی برگشت بهش گفت که تو منو داری میفرستی برای این قوم، بگم کی منو فرستاده؟ گفت برو بگو احیه تو رو فرستاده. احیه اشمن احیه، یعنی هستم آن که هستم. خب بگو این منو فرستاده. وقتی به چیز گفتن که تو سن و سال دقیقه کمی، چطور در مورد داوود میگی، نمیدونم در مورد ابراهیم میگی؟ میگه قبل از این که ابراهیم باشه من هستم. و عکس العمل یهودیان نشون داد که فهمیدن این چی گفته، چون کلمه ای رو استفاده کرد که فقط و فقط خدای پدر استفاده میکرد، ادعای خدایی. در باغ جتسیمانی در یوحنا باب 18 باید باشه، وقتی که میان عیسی رو دستگیر بکنن، در شب دستگیریش سری سربازا که میان، عیسی میره جلو میگه دنبال کی هستید؟ اومدید کیو بگیرید؟ گفت دنبال عیسی ناصری اومدیم. گفت هستم، من هستم، من هستم. به محض اینکه گفت من هستم، دقت کنید تنها جایی که این مطلب رو نوشته تو خود انجیل یوحناست. میگه افتادن، هیبت این حرف اینا رو گرفت و اینا پرت شدن، به قول من افتادن، از حال رفتن. چرا؟ کلمه ای که استفاده کرد من هستم همونی بود که احیه و خدا بود. اینها برای خدا استفاده میکردن و هیبت این ادعا اینا رو گرفت. ادعاهاش خیلی پرجرأته. به قول معروف میگیم مرد میخوایم که همچین ادعاهایی بکنه و عیسی گفت مرد و حرفش همینه که هست. من نور عالم هستم، من راه هستم، من راستی هستم، من حیات هستم و من یه عالم ادعاهاش گفتم خیلی مقتدر هست. بریم سر همین این آیه. میگه من راه هستم. اولا من تا چه ساعتی، چقدر وقت من پرچونگی نکنم. هر موقع برو جریان پولس میشه و پولس در شب انقدر موعظه کرد که بالا خونه به سر افتاد پایین، رفت و شفاش داد، زندش کرد و دوباره برگشت تا صبح کلام خدا میگه نشست و حرف زد و مردم هم گوش کردن. فردا تعطیله. خیلی خوب پس افتادیم. خب میگه من راه هستم. ما وقتی کلمه راه رو میشنویم در فکر ما یه مسیر میاد، درسته؟ راه دیگه موجودیت داره، میدونیم از وین مثلا میخوام بیان لینز، از یه راهی میان. ما الان این نویگیشن اومده، جی پی اس اومده و صدنوا از این حرفا، این مفهوم راهو خیلی برام عوض کرده. من اون اوایل که انگلیس رفتیم، وقتی میخواستم یه جایی برم، شب قبلش گوگل میکردم، نقشه رو چاپ میکردم، بعد از رو گوگل میگفتم خب اول این کجا میره، سمت بعد حفظ میکردم. آقا دل هره که من گم نشم، اگه گم شدم راهمو چجوری پیدا کنم. ولی الان که نویگیشن اومده همچین دل و جرأت پیدا کردم، گمم شدم، میگم بی خیال خودش چی میگن آپدیت میکنه و دوباره راهو برای من پیدا میکنه. بگذاریم که یه بار با فریدون با هم دیگه داشتیم میرفتیم چیز لندن، اون قسمت تجاری لندن، میگن سیتی آف لندن. لندن دو تاش، یکی سیتیه یکی گریتر لندن، دو قسمت تجاری که بازار بورس و اینا اونجا هست. اونجا یه کلیسایی از فریدون خواسته بود که بیاد صحبت بکنه. خلاص ما بودیم دوتایی و یکی از دوستامونم که خیلی هم عزیزه الان ایتالیا هستن، اینا هم با ما بودن. ما این یه جایی هست توی همون اون منطقه بهش میگن اسپاگتی جانکشن، یعنی این خروجی ها عین ماکارون این اسپاگتی هست، این پیچ در پیچ، بعد این چراغای چند شاخه. ما گیج شده بودیم خدای این دو میگه چه. خلاصه چند تا دور خودمون چرخیدیم و اون ما رو آورد بالای پل، در اومدیم از اون چی، این آورد بالای سر پل، هی میگفت بپیچم. گفتم آخه پله این چطور آدم بره؟ فریدونم کلافه شده میگفت به دوستم رضا من نمیدونم چیکار. گفت ببین اینو ولش کن. عصبانی شد. من تا حالا ندیده بودم نویگیشن عصبانی بشه. 3 4 2 یوتون صدا یه جوری گفت on the next junction turn left. این گفتم این عصبانی هم مگه میشه؟ جوری برنامه‌ریزی قدیمی ها چیز بود. این حرف مال 15 سال پیشه، تازه بود از این نویگیشن های گردن کلفت چیز. هی میگفت سر پل بپیچ چپ. بعد رضا گفتش بابا من خودم تو بانک کار من اینجا، من این ولش کن اینو، بیا من بهت بگم چه جوری بری. در هر حال اون حس
گمگشتگی، اون حس این که راهو نمیدونیم خیلی نگرانمون کردیم و من خیلی، ما خانوما تو آدرس پیدا کردن خیلی ضعیف هستیم. من اعتراف بکنم یه آدرس رو 10 دفعه برم شاید سر 11مین بار یادم بیاد، اما فریدون یه جا که میره به من نقشه خوب میخونم براش، تو چیز نقشه رو من میخونم، ایشون به اصطلاح موقعی که رانندگی میکنه یک بار که میره قشنگ اون آدرس بعد از سالها همیشه یادشه، چیز نداره، چون جهتیابی اغلب مردا خوبه و نمیگم، من البته عمومی نیست، استثناءات هست، خانمایی هم هستن که برخلاف من خوب میتونن آدرس پیدا بکنن، این شکی نیست، استثناء همیشه هست. در هر حال راه در مقابل بیراه هست، ما کلمه بیراه رو میدونیم، درسته؟ یعنی راه نیست دیگه و بیراه خودش گمشدگیه، یه جوری گمگشتگیه، بدون هدف و مقصد به دور خود چرخیدنه. راه رو میشه یک مسیری در ناهمواری ها برای راحت عبور کردن، برای حمل و نقل، برای بار و نمیدونم غذا رسانی و از اینجور چیزا از راه استفاده میشه. اینطور هم میشه اینو معنی کرد. در واقع هموار کردن مسیره، هموار کردن مسیره. شاید بگید خب یحیی اومد راه رو هموار کنه. آره، یحیی اومد راه رو هموار کرد، ولی عیسی خودش راه شد. عیسی راه شد. کسی راه رو درک میکنه که گم شده باشه. من الان دنیا هم بگم اگه هیچ کدوم شما تجربه گم شدن رو نداشتید یا مثل معین فی‌البداهه قشنگ میدونید کجا برید و یک لحظه رفتید و همه چی رو پیدا میکنید و راحتی، اونقدر این مسئله شاید مفهوم نباشه، ولی راه زمانی معنی پیدا میکنه که گم گشته هستیم. کدوممون میتونیم ادعا بکنیم که ما در زندگی همیشه فکر کردیم همه راه بلدیم؟ چقدر از ماها تو همین راه ها تو تله افتادیم؟ چقدر از ماها فکر کردیم راه بلدیم ولی دور خودمون چرخیدیم؟ قوم اسرائیل 40 سال در یک مسیر کوه که مسیر 11 روزه بوده، البته از این مقصد به اون مقصد، ولی خدا اینا رو برده 40 سال دور یک کوه چرخون و اینا هم نفهمیدن اصلا دور کوه دارن میچرخن، برای اینکه هر دفعه نسل عوض میشه و خدا میدونست اینقدر صبر میکرد داره با ابر و آتیش و خلاصه با هر تاکتیکی که بلد بود به اینا بفهمونه بابا راه منم، اینقدر بیراهه نری. به خاطر گناه، به خاطر غرغرشون بود دیگه این همه راه طول کشید، ولی راه برای گمگشته معنی داره. ما هستیم، هر کدوم ما در جاهای مختلف در واقع در مقطعی از زندگیمون گمگشتگی رو ما تجربه کردیم. لااقل منی که یک سن و سالی ازم گذشته این رو لااقل میتونم ادعا بکنم. در اینجا آن چیزی که عیسی بهش اشاره میکنه در واقع در بیراهگی به دور خودمون چرخیدن، همون تصویر قوم اسرائیل رو به یاد بیاریم، در دام تله اسیر بودن. آنچه که عیسی اینجا میگه راهه در حقیقت همون تعریفی که پدرم کرد هستش. در واقع یعنی از دل پدر، دل ما به دل پدر راه شد تا ما پدر رو بشناسیم. میگه هر که مرا دید پدر رو دید. هر که مرا دید پدر رو دید. کارهایی که من میکنم دلالت بر این داره که پدر منو فرستاده. کارهای من بر من شهادت میده. عیسی گفتش که از در تنگ داخل بشید، برای اینکه اون دری که گشاده منتهی میشه به هلاکت، ولی اینی که تنگه، پرپیچ و خمه، سختی توش زیاد داره، این منتهی میشه به حیات. و بعد اون برگشت گفتش که من راستی هستم. راستی چی؟ بریم راستی رو ببینیم چی هست. میگه راستی حقیقته. راستی نقطه مقابل دروغه. راستی آشکار شدن، برملا شدن دروغه. راستی نبود دروغه.
راستی حقیقت محض و عریان و آشکاری. ما در مکالمه‌ای که بین عیسی و پیلاطس هست، در موقع مکالمه عیسی، اونجایی که پیلاطس دستشو بعداً میشوره، پیلاطس از عیسی میپرسه راستی چیه؟ من فکر میکنم این سوال غلطه. وقتی میگیم راستی چیست، چیست رو ما به اشیا میگیم، به جسم میگیم، به چیزایی که زنده نیستن، جامد، شی، اشیا. باید میگفت راستی کیست؟ راستی کیست؟ برای اینکه راستی شخصه، حقیقت شخصه. چرا؟ این ادعا رو الان یعنی ممکنه بپرسید که چطور میشه راستی شخص باشه؟ خداوند عیسی برگشت گفت که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. یه چیز مرده، یه جنس شی نمیتونه آزاد بکنه. حقیقت قابل شناخته. حقیقت رهایی دهنده است، آزاد کننده است، امید دهنده است، در خودش پویایی داره. بنابراین چیست نیست. راستی چیست؟ غلطه. راستی کیست؟ راستی خود عیسی است. داره خودش میگه من راه و راستی هستم. ادعای خودشه. و ما به تجربه، به داستان زندگی خودمون ما میدونیم که این ادعا حقیقت داره. راستی کیست؟ راستی مسیح، حقیقت مسیح. باز در این آیه‌ای که براتون خوندم که آزاد میکنه، ما میبینیم که به راستی و حقیقتی آشکار میکنه، به خودش برمیگرده. اینطوری میگه من راستی هستم، قابل شناخته، و اگر قابل شناخته این حقیقت، پس قابل دسترسی هست. من و شما بهش دسترسی داریم. این یکی دیگه از جنبه‌های این حقیقتیه که آزاد کننده است، رهایی دهنده است. عیسی برای من و شما قابل شناخته و قابل دسترسه. در مزمور 45 آیه 6 یک آیه جالبیه، میگه عصای ملکوت تو عصای راستی است. ملکوت او ملکوت راستی است. خداوند ما با راستی حکومت میکنه. وقتی که موسی از خدا خواست که او رو ببینه، یادتون هست جمله‌ای که برمیگرده خدا به موسی میگه تو نمیتونی منو ببینی و زنده بمونی. دیدید یه پادشاه وقتی میخواد وارد شهر بشه یا یه شخص مهم میخواد بیاد، تو این فیلم ها که اول یه جارچی ها میان یه چیزایی ندا میکنن، متنی که در این سخن هست بین این دوتا مثل اینه که راستی در جلوی من جار میزنه، نیکویی در پیشاپیش من میره و تو نمیتونی ببینی و فقط پشت خدا رو دیده. تازه میگه خدا دستشو گذاشت روی اون شکاف، چون اینو گذاشت در شکاف و موسی فقط پشت خدا رو دید. همین وقتی رد شد این قسمت رو دیده. چرا؟ برای اینکه حقیقتی که در خود خدا هست حقیقت مطلقه. عقل و وجود و جسم ما نمیتونه عظمت این حقیقت رو در خودش جا بده. اما این رو میدونیم، حقیقت قابل شناخته و حقیقت آزاد کننده هست. میگه حقیقت رو خواهید شنید، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. سوالی که هست، آزادی از چی؟ از چی میخوایم آزاد بشیم؟ گناه یک مفهوم خیلی کلیه، ولی من وقتی برمیگردم میگم من میخوام از اسارت سیگار آزاد شم، اختصاصیه. خدا میخواد وارد جزئیات زندگی ما بشه، وارد گمگشتگی ما بشه. آزادی از گمگشتگی، آزادی از دور خودمون چرخیدن، اونم بدون هدف. بدون هدف داریم و دور خودمون میچرخیم. ما رو آزاد میکنه از عادتهای بد، از ترس‌ها، از کابوس‌های شب، از مشکلات، از این حس ناتوانی که آنچه که در پیش رو دارم، راهی که پیش روی منه، من نمیتونم تا به آخر بکشم، کمک احتیاج دارم، یکی رو میخوام من از این مسیر آزاد کنه.
خیلی چیزها هست که احساسات مخرب، بار گران و همه اینها به قول معروف اون چیزایی هستن، تله‌هایی هستن که احتیاج به آزادی داریم. بزرگترینش همون مسئله گناهی که آدم به دوش ما گذاشت به قول معروف. در حال مسیح مژده‌ای داره. در متی 11:28 میگه که بیایید نزد من ای تمامی گرانباران، ای تمامی زحمت کشان و من شما را آرام می‌دهم. آزادی از این هاست، از گرانباری، از زحمت کشی. البته نه برای کار کردن، البته در مفرحات در مورد چیز کار صحبت میکردم. من یاد آیه افتادم در امثال سلیمان میگه که من مورچه ها رو نگاه کنید، به تنبل، در مورد تنبل صحبت میگه مورچه ها رو نگاه کنید ببینید که مورچه ها با این جسم کوچیک خودشون توی تابستون برای زمستون خودشون ذخیره میکنه. اگه مورچه کار میکنه تمام مدت، ما که چه عرض کنم، ما هم لازم هست کار بکنیم. در حقیقت هر چی که در کلام خدا نوشته شده، اونجا که یوحنای رسول میگه که انقدر نوشته شده که شما ایمان بیارید، حقیقت محض. و خود مسیح میگه که نقطه‌ای، همزه‌ای، ویرگولی به قول معروف، کسره، چیزی حذف نمیشه. همه چی اونقدر نوشته شده که من و شما احتیاج داریم که نمیریم، حیات داشته باشیم. گفت من حیات هستم. حیات چی هست؟ حیات خونه نه، زندگی، زنده، از زنده بودن میاد، چیزی که زنده است. اگر میمیره زنده نیست، چون که قابلیت مرگ داره. ما در این کره به قول معروف در این دوره کوتاهی که رو زمین هستیم، در واقع تمرینیه که داریم ابدیت خودمون رو تعیین میکنیم. اینجا نشون میدیم که در اون ابدیت در کجا قرار میگیریم. در کلام خدا در ارمیا باب 1 آیه 5 یا 5 آیه 1 بذاریم ببینم کجا نوشتمش. ارمیا 1:5 5:1 میگه قبل از آن که در شکم مادر تو را صورت بندم، تو را فرم بدم، تو را شناختم. کلمه فعلش فعل گذشته است. قبل از این که الان شما در نطفه به قول معروف فرم گرفته بودید، قبل از اون من شما رو میشناختم. ما اول در فکر خدا موجودیت پیدا میکنیم. اول در فکر خدا موجودیت پیدا میکنیم و اگر نطفه 1:5 بله 1:5 اول گفتم 1:5 در حال یکی از این، ما اول در فکر خدا موجودیت پیدا میکنیم. باز در این رابطه خدا به ابراهیم در رومیان باب 4 میگه که ناموجودات را به موجودیت خواند، یعنی چیزی که وجود نداشت شد موجودیت. بعد میگه ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد. ناامیدی یعنی اصلا امید نیست. امیدی وجود نداره. چیزی که وجود نداره میگه به امید ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد. خب اینا همه زمانی بوده که هنوز اسحاق به دنیا نیامده بوده، ولی ابراهیم ایمان آورد. خدای ما خداییه که خدای غیر ممکن هاست. امروز برادر ما مصطفی از مزمور 18 خوند که من سریع به افسانه جون نشون دادم، گفتم تضاد رو نگاه کن. حالا ببین در مورد تگرگ و آتش داره صحبت میکنه. میگه در حضور خدا خدا داره در مسکن جایی که خودش قرار داره، میگه در پرده خودم رو مخفی کردم و میگه که در حضور من تگرگ و آتش هست. دو تا تضاد. یه یخ چطور میتونه کنار آتش بمونه و کماکان یخ باشه. ابرهای ما وقتی که جرقه میزنه، برق میزنه، قابلیت آتش رو داره. چقدر افراد از برق سوختن. این فقط در حضور خدا امکان داره. آبی که در حضور خدا هست اگر در خودش قابلیت آتش رو داره. آتش و یخ، آتش و آب کنار هم در حضور خدا میمونه.
و عجیبه که روح القدس به آب و آتش تشبیه شده، به هر دو. و من شما رو به آب تعمید میدم یحیی، ولی اون یکی میاد که شما رو به آتش تعمید میده. ملایق باز کردن کفشش هم نیست. غیر ممکن ها در حضور خدا ممکنه. چی داریم تو زندگیمون که الان فکر ما رو گرفته و فکر میکنیم غیر ممکنه و خدا نتونه انجام بده؟ خدا نتونه انجام بده. مرگ، آیا خدا بر مرگ پیروز نشد؟ ما چند هفته پیش، 2 هفته پیش تقریبا قیام رو جشن گرفتیم. ما روی صلیب متمرکز نشدیم. صلیب همه 6 ساعت دوام آورد. قبر کمتر از 3 روز دوام آورد. ولی قیامت ابدی شد. من و شما با او در مسیح برخیزانیده شدیم. پولس رسول میگه ما با همدیگه در قیامت مسیح هستیم. هستیم در او. و حیاتی که او به ما ارائه میده در خودش ابدیت رو داره. یعنی وقتی ما در فکر خدا موجودیت پیدا کردیم، چه به زمین به قول معروف به دنیا بیایم چه نیایم، چه سخت بشیم چه نشیم، ما اونجا موجودیت داریم. اون وقت در یک چرخه ابدیت ما میافتیم. این چرخه هست، چرخه ابدیت یعنی بود و هست و خواهد بود. نه به قول معروف میمیره، نه به یه جایی به قول معروف نقطه شروع. حالا برای ما نقطه شروع داره، چون که زمانی که در فکر خدا ما موجودیت پیدا کردیم این شد نقطه شروع ما. ولی وقتی موجودیت پیدا کردیم ما نمیمیریم. مرگ نیست در ابدیت. حیات نقطه مقابل مرگه. درسته؟ مرگ نیست. حیات در خودش پویایی و بارآوری داره. دیروز داشتم با ما اینجا در مورد گندم صحبت میکردم. گفتم یه مشت گندم رو ما بریزیم تو جیبمون، سالها هم تو جیبمون باشه و بعد از سالها تصمیم بگیریم رو بکاریم. این مرده است اینجا. خب؟ ولی به محض این که میکاریمش، آبیاریش میکنیم، حیات در خودش شروع میکنه بارور شدن، از خودش تولید میکنه. و ماها هر کدوم این تخم هستیم در دستای او. اجازه بدیم او ما را آبیاری کنه، اجازه بدیم در زمین نیکو کاشته بشیم. میگه یه دونه درخت سیب وقتی یه تخمشو میکارن، درخت سیب خودش میبینی صدها سیب میده. یا یه گندم وقتی میکارن هر خوشش به قول معروف یا عالم ازش گندم در میاد. یک دونه تخم گندم قابلیت بارآوری، میگه بعضی 30، بعضی 60، بعضی 100. در مورد برزگر، مثال برزگر میگه بعضی 30، بعضی 60، بعضی 100. نمیگه همه 100. چرا میگه بعضی؟ دقت کردید به این؟ اگر یه تخم کاشته میشه، همه تخم‌ها قابلیت بارآوری دارن وقتی در محیط مناسب میافتن. اون جایی که کاشته میشه در همون اون منطقه چرا باید بعضی 30 تا بعضی 60 تا بعضی 100 تا بده؟ من و شما میگه هر چقدر پول بدی هم موقع آشکیله میده. هر چقدر ما بیشتر اجازه بدیم روح خدا در ما کار بکنه، ما به اون قسمت 100ش میرسیم. میگه بعضی 30 بعضی 60. چون وقتی مثال رو ازش شرح مثال رو خواستن، گفت این تخم کلامه و اینو در مورد آدما داره صحبت میکنه. این مثال در مورد آدماست. میگه بعضیا با شادی میپذیرن، همون موقع توبه میکنن، بعد به محض اینکه یه سختی میاد میذارن میرن. یکی دیگه میگه زحمت ها و سختی ها و یا لذات دنیا اینقدر این چیزی کلام رو خفه میکنه. بعضی نمیدونم وعده وعیدش رو فقط میپذیرن، به محض اینکه چی شد در میرن. ولی میگه اونی که به تخم در زمین نیکو میفته، باز میگه که بعضی 30 بعضی 60 بعضی 60. هر چقدر بیشتر در حضور خدا وقت صرف بکنیم، بیشتر شبیه خدا میشیم. زن شوهرایی که بعد از مدت‌ها سالها عین هم دیگه میشن، اینا اینقدر به هم نگاه کردن. گاهی وقتا حالا مثال سگ و گربه رو میارن، میگن صاحباشون عین حیواناتشون از بس که نگاش کردن. خب اگر من و شما این قابلیت رو داریم تغییر چهره بدیم با نگاه کردن، پس ما خیلی پویا هستیم.
ما خیلی پتانسیل داریم. چقدر قشنگه مثل موسی در حضور خدا صورت خدا رو بگیریم که نور او باعث بشه مردم ببینن و بگن این. وقتی موسی میره به خیمه میگه مردم همه سر پا وایستادن جلوی دراشون به احترام، چون که میدونستن کجا داره میره، میدونستن یه سری هست اونجا. جالبه که یوشع تو اینا میمون تا آخر و بعد همون یوشع میشه عین موسی و ببینید چی کار کرد. موندن در حضور خداست که چهره خدا رو در ما به قول معروف منعکس میکنه، حیاتی رو در ما به وجود میاره که حیاتیه که خاص خداست. حیات خاصیت تکثیر داره، حیات مصریه، چیز نیست، چی میگن، بسته نیست، در خودش پویایی داره، خاصیت تبلور داره، زنده است، نمیمیره، حیات ابدیه و جاودانه است. حیات ساکن و خنثی نیست و گندیدن نمیشه، زنگ نمیزنه، کپک نمیزنه، خزه و نمیدونم از این جلبک و از اینجور چیزا توش نمیاد. جالبه که در یوحنا باب 10 آیه 10 عیسی در مورد شبان صحبت میکنه، شبان نیکو. بعد میگه که یکی از اون ادعاهاش میگه من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندانش میذاره و اینو میگه دزد نمیاد مگه اینکه بدزده، بکشه و هلاک کنه، اما من اومدم تا شما حیات بیابید و آن را زیادتر حاصل کنید. حیاتی که در خداست فقط حیات اینطوری نیست، تصاعدیه. بهره‌ای که توش میاد به قول معروف تو اقتصاد و خدا هیچی ورشکستگی و ضرر نیست. شما هر چی تو خدا سرمایه گذاری کردی تصاعدی شدید میره بالا. این داره در رابطه به این حیات صحبت میکنه. من اومدم تا شما حیات بیابید و آن را زیادتر حاصل کنید، یعنی منفعتتون چندین برابر باشه در سرمایه گذاریتون. یه همچین حیاتی رو خدا حاصل میکنه. خیلی ایدئولوژی ها، خیلی از افراد یا موارد، روابط، امکانات بگم اسمشو، خیلی چیزا میتونه ایمانی رو که در ما هست از ما بدزده. لزوما این دزدی که اینجا میگه که میاد بکشه و ببره و اینا ممکنه شریر حتی نباشه، ولی موقعیت هایی باشه که ما درش گیر باشیم و ندیم این رو به دست خدا که ازش آزاد بشیم، چون تو مسیر گمگشتگی میفتیم، دور خودمون بدون هدف میفتیم و حقیقت رو نمیبینیم، حیات رو حاصل نمیکنیم. دزد میتونه خیلی چیزا باشه، ما رو از مسیر اصلی، اون مسیری که راهی که داریم میریم، به بیراهه بکشونه. برای اینه که میگه هر که تا به آخر